برای شما وقت چیست؟ میخواستم مصلحت دهید که ما وقتمون رو چگونه باید استفاده بریم. عموما شما چگونه وقتتون رو استفاده برده که به این درجه ها رسیدید؟ یکی از بهترین سوالی که از شما دادید این وقت است. نگاه کنید، برای موفق شدن آدم با یک چند چی درکار است. یکم برای موفق شدن وقت، دوم پول درکار است. وقت، پول، علم، سلامتی. همین 4 تا 5 تا چیز یک جا کردن تون درکار. وقت، علم، پول، سلامتی. سلامتی نباشه قین است اون کار کردن. پول نباشد به حد مشکل میکشه. چیزی که یک روز بمیشد یک سال بعد طول میکشه. دقت کنید. انا همین 4 تا چیزی گفتگیم کدومش به شما اوجه خداوند اوجه دادگی است. بسیار آدم به سلامتی دادگی است. درست؟ وقت دادگی. شما با 24 ساعت وقت دارید یک سوتکه با؟ در یک شبانه روز چند ساعت وقت دارید؟ 24 ساعت. تمام انسان 24 ساعت وقت دارد در یک شبانه روز. تمام انسان 24 ساعت. صرف نظر کلان سال است، میانه سال است، خرد سال است، صرف نظر کدوم ساحه کار میکند، کدوم وظیفه دارد، 24 ساعت وقت دارد. درست؟ 24 ساعت وقت. شما 24 ساعت وقت دارید. دقت کنید. ما خوردیم همین چیز فهمیدم. همین چیز سر من به جا کرده که استاد عادینف میرزا یوسف و میگفتن که وقتت بیهوده صرف نکن. وقتت کجا صرف کنی آینده همین خیلی شخصیت میشی. ما همین درست قپیده گرفتم.